ببینید از فستبال شوت قدرتی. شوت زدن از هر جای زمین باشه و به طور اون دروازه بشینه خیلی حال میده. کاری که اگه سرانجامش با گل شدن تموم بشه یه تنه رفی تو دل تماشاگرها و بیرون هم نمیای. تکنیک ضربه زدن. پاتون رو یک مقدار با استایل بغل پا نزدیک توپ کنید. توی این حالت اگر پای شما یک مقدار بزرگ باشه دیگه باعث نمیشه انگشت های شما روی زمین گیر کنه. البته اگر با این استایل به مرکز توپ یا حتی پایین‌تر ضربه بزنید میتونید جهتی که دوست دارید رو به توپ بدید و باعث میشه توپتون روی هوا زیاد نچرخه و مسیر دلخواه شما رو بره. اگر شما میخواید ضربتون استایل بهتری پیدا کنه با پایی که ضربه میزنید کنار پای تکیه‌گاه به صورت ضربدری بذارید پایین، اما در این صورت قدرت چندانی نداره. اما اگر میخواید ضربه‌ای بزنید که از همه توانتون استفاده بشه مثل این ضربه حتما پاتون رو در امتداد توپ حرکت بدید. اما همه تکنیک ها فقط و فقط برای شوت زدن نیست. قبل از شوت زدن شما باید یه کار خیلی 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 ضروری انجام بدید. بریم که بهتون بگم. این تکنیک بیشتر مخصوص رونالدو هستش. سعی کنید قبل از ضربه حتما یک نفس عمیق بکشید. عملیات دم از بینی و عملیات بازدم را از دهان خودتون انجام بدید. همچنین میتونید برای افزایش اعتماد به نفس از جملاتی که داخل دیسکریپشن نوشتم استفاده کنید. در قسمت بعدی شما رو با آموزش شوت‌های آشنا می‌کنیم که توپ در حال حرکت هستش. خوشحال میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و هر سوالی دارید داخل کامنت ها بپرسید. موفق و پیروز باشید.